اینجا تاغبستان است، محوطه تاریخی در کرمانشاه، جایی که پادشاهان ساسانی به آن رفت آمد داشتند و نقششان را در کوهان حجاری کردند. در طاق بزرگ نقش سوارکاری دیده می شود و بالای آن نقش دیگری از تاج‌ستانی یک شاه ساسانی، شاهی در وسط تصویر در حال گرفتن قدرت از اهورامزدا و پشت سرش آناهیتا، ایزدبانوی آبها، در حال ریختن آبی از کوزه شاهد این تاج ستانی است. این پادشاه خسرو دوم است، خسرو پرویز. او را از شکل تاجش بر سکه های زمان او شناختند. و این سوارکار که رنس هرسفلد باستانشناس آلمانی معتقد است او هم خسرو پرویز است، سوار بر اسب محبوبش شبدیز. برخی هم میگویند او پیروز سوم است و برخی دیگر میگویند تصویر ورقنام خدای جنگ است. هرچند آسیب‌های فراوانی دیده است، پای راست اسب و انتهای پوزش، ساق پای سوارکار و بخشی از تاجش شکسته است، اما همچنان در اوج ابهت و زیبایی است. یکی از بهترین نمونه‌های هنر حجاری دوره ساسانی و البته سراسر ایران در عهد باستان.